اگر این امکان می داشت که هر کس مستقیم با خداوند ارتباط داشته باشه، ای برادرای عزیز، پروردگار ذوالجلال این انبیا را روان نمی کرد. هر کس که مستقیم با خداوند خود میتونست تماس بگیره، انبیا را روان نمی کرد. خیلی خاطری چی انبیا را روان کرده؟ رسولا مبشرین و منذرین، پیامبران الهی مبشر و منذر می باشد. بله، برای گناهگاران ترساننده هست، برای نیکوکاران مژده دهنده هست. اینها را مژده میته. به چی مژده میته؟ به جنت مژده میته، به دیدار الله ذوالجلال و الاکرام مژده میته. برادران بسیار عزیز، کوشش بکنیم به دار دنیا همگی ما و شما. الله کریم ذوالجلال می فرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. هر آینه اگر فضل خدا نمی بود که او فضل عبارت از قرآن، شاه مفسرین جناب حضرت عبدالله ابن عباس صاحب می فرماید فضل مرادش قرآن مبارک. خداوند کریم ذوالجلال حافظین قرآن ما را بخیر زیاد بگرداند، عالمین در دین هم بگرداند. برادران بسیار عزیز، اگر قرآن نمی بود میگه شما خسرانمند و زیانمند می شدین. اگر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نمی بود باز هم شما زیانمند و خسرانمند می شدین. پس قرآن به ما کی تشریح میکرد؟ ما خود قرآن نمی دانستیم. و یک تعداد هستند برادرای عزیز که ما میگه قرآنی هستیم، یعنی حدیث قبول نداریم. پروردگار توفیقشان بده از همه قرآن که اونا بخواهند که از قرآن راهنما شوند نمیتونن. برادران عزیز، تشریح قرآن را حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکند. اونا با قرآن نمیتونن که راهیاب شوند. آیتایی است که اونها نمیتونن از اون آیت راهشان را پیدا بکنن که او آیت را حدیث تشریح میکنن. پروردگار کریم ذوالجلال همگی ما شما را و همگیشان را توفیق و هدایت نصیب بگرداند. حافظین قرآن چند روز زحمت بکشید. الله کریم ذوالجلال برایتان به دنیا خو عزت داده، برای آخرت هم عزت نصیب میگردانه. پدرانی که به اینجا هستین، مادرانی که باشن آواز مرا میشنون و یا که کسی ها میروند، ایره من نمیگم. جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که به قرآن محبت کرده، کسی که قرآن مبارک را خوانده، کسی که به قرآن عمل کرده، کسی که به قرآن محبت کرده، در روز قیامت که میشه سوره بقره و سوره آل عمران به دم رویش حرکت کرده میره، به دم روی از حافظ قرآن و این کسی که به قرآن محبت کرده. و پروردگار عرض میکنه که الهی مرا ای بندیت خوانده بود، از آفتها و بلاها و مصیبتهای روز قیامت ایره نگاه کن. او کلام پروردگار هست. پروردگار ذوالجلال و الاکرام میگه تو کلامی هستی، اینها را حفظ میکنم از آتش دوزخ.